مزه شو بو آلیدین. هیچ گپ نی، برنامه ما آزاد از دوستی عزیزم. چرا سرایندگی نکردی؟ آماده نبودم. رجع احمد همون رجع احمده، همون رجع گفتم ما همون رجع. تماشابین دیگر نمیدونه چی رو تماشا کنه، چی رو پیروی کند. یک مدت با فرزانه خورشید کار میکردی. خسته میشدیم، جای می اومد که حتی گریه میکردیم، بالای انامی گونه میزها خوب میکردیم در جای کار. شما با مینا ازدواج کرده اید. دورویه، اغواگر، فتنه انگیز، شتاه آدم. درود دوستان، موسم نو برنامه مزه شو با من با اهل‌دین را شروع میکنیم. در موسم نو کوشش میکنیم که خوراک های نو، چهره های نو، مهمان های نو، شوخی های نو را پیشکش شما کنیم. اینک در برنامه نخستین مزه شو با اهل‌دین در موسم نو مهمان نخستین ماست راوی، پرودوسر، بلاگر، ترانه‌نویس رج احمد، دوستی به نهایت عزیز و مهربان ما. پشوازش میگیریم. السلام علیکم. رج احمد جان، خوش آمدی به برنامه ما. تشکر برای دعوت، خوش باشید. سلام عرض میکنیم به کل تماشابینان برنامه مزه شو با اهل‌دین. بسیار سعادت نیک از دیدار شما و فکر میکنم که این برنامه برای شما یک برنامه خوب با صحبت شیرین و با مزه تقدیم میسازیم. دوستان عزیز، گفته نمانیم که همین کلمه هایی که مزه شو با اهل‌دین است قلم رج احمد است. رج احمد جان، خوب کردی که به برنامه ما آمدی، فرصت یافتی و ما راستی گپ 3 ماه آمد رج را انتظار بودیم و حتی امروز هم به نهایت انتظار بودیم که رج احمد به برنامه ما می آید. قربان شما. راستی مهماناتون بسیار بود و از همین خاطر در موسم نو در فصل تیرمو نوبت من رسید. به فکرم رج احمد جان انتظار شدی که در موسم نو در خصوصی شده بیایم. البته کوشش کردم که در موسم نو به دیدار نیک رسیم. لیکن میدونی که در موسم نو که آمدی باید با یک دست آویزی بیایی که همون خوراک آماده می‌کردد و پسند دل تماشابین‌های ما باید. به خاطر چی میگویم؟ خب عذر زیاد دوستم، به خاطر آنکه ما در موسم پیشین با زیاد ستاره های مشهور تاجیکستان با بلاگرها، هنرمندان زیاد برنامه داشتیم و همون تماشابینان ما ایراد میگفتن که برای چی همه هنرمندان یک خوراک را میپزن و من در زیر هر یک سوال آنها مینویسم که هنرمندان هر روز که در چاره‌بینی و مراسم‌های فرهنگی هستن، در توی معرکه هستن، همون خوراک که هر روز میخورن میبینن همون رو آماده میکنن. بله. دیگر ندونستم چی بگم. من تماشابین دومی برنامه شما هستم و راستی دیدم بسیار برنامه‌ها رو. این دم و این لحظه کوشش میکنم خوراکی که به خودم پسند است و از اودش خوب میبرایم اما نام ندارد. بگذار که مزه شو نام گذاریم. خوراک به نام. خوراک نه، مزه شو و عنوان برنامه شما پیشکشی تماشابینان کنیم، دوستان کنیم و مطمئنم که به شما پسند آید، چون که همه انواع در وطن ما میروید، یگان مشکلی ندارد. در این برنامه کوشش میکنیم که این خوراک هم با مزه بیاد، هم قابل قبول بیننده بیاد. این رو میتونید در فضای خانه‌دان شما آسان و زود آماده نمایید. همین یکی از چی میگن با تاجیکی چی میشه؟ اساس ما نشه نش پسل نتوش پسل اتاکت مرامی. یکی از مرامی اساسی برنامه ما آن است که از خوراک محصولات عادی دسترس خوراک‌های بالازد کنیم که تماشابین وقتی که می‌بیند در خانه خود آماده کنند. تصمیم من همین است. می‌بینید که چون که همه انواع‌ها از وطن ما در خاک وطن ما میروید، البته بسیار عادی، ساده، دسترس و از همه مهم در فرصت کوتاه‌ترین آماده کرده میتوانید. شروع میکنیم با برنامه رج احمد جان. از رفتی برنامه ما با فکرم که آشنایی تماشا کنی و خودت آماده کردن میگیری. من سوال‌هایم رو پیشنهاد کردم. باشد. با بسم الله. با بسم الله. البته که با بسم الله. اولین شده بعد از گوشت آماده میکنیم. شروع میکنیم. لیکن ما گوشت رو نمک کردیم تو آمدنت. نمک کردید. زیاد نمک کردید. زیاد نمک کردید. خب حاضر کمتر نمک رو پاک میکنیم. رج احمد جان، خودت آماده کردن من با سوال‌هایم شروع میکنم. خب با چشم. بسیاری تماشابینانی که در سامانه اینستاگرام پیرویت میکنن، تماشایت میکنن برنامه‌هایت رو، من شخصا خودم هم از رفتی اینستاگرامت آشنا هستم و میبینم که در همون لنته استوریس میگن که بالا استوریس، بله، بخشی خبری 24 ساعته 24 ساعته که یک روز میرود. البته یگام ثانیه یگام دقیقه خالی نیست از رج احمد. کی فرصت میبینی؟ خوب، بسیاری میگویند که برادر عزیز شما خوب میکنید. من اصلا خودم دیر خوب میکنم. ایجادکار، من فکر میکنم همه ایجادکارها چنین هستند، چون که لحظه بهترین الهام این شب است.
баъдам зиндагӣ мо ҳамин гуна ҳаст ки мо як нақшаи муайян надорем. Корҳои мо тасодуфӣ мебаранд. Ягон сабт, маросим, хурсандӣ, хушнудӣ, дидорҳои корӣ албатта шабона вақти илҳом аст, вақти кор аст, эҷод аст. Дар ҳамон лаҳза ман кӯшиш мекунам ки вақти худамро бахшам ба Инстаграм, ба сомонаҳои иҷтимоӣ. Рӯзона бошад як зара хоб мекунем, баъдан боз аз паи корҳо. ба ғайр аз кори инстаграмият медонем ки ман шахсан худам медонам ки дар сомонаи ютуб ду саҳифаи ҷадид, яке рӯё, дигаре номаш ядом омад Раҷпро. Хуб, рӯёро иваз кардем, Раҷ Аҳмад кардем. Яъне сомонаи иҷтимоии ютуб, сомонаи ҷаҳонии ютуб ба номи худам. Раҷ Аҳмад, дигараш? Раҷпро. Раҷ Аҳмад, Раҷпро. Ду саҳифа дорӣ. Пас чаро дар саҳифаҳои ютубият ягон барномаи худат нест? Бисёр саволи хуб. охирон барномае ки дар ёдам ҳаст дар лоиҳаи касе ки агар намедонад лоиҳаи ситорарези дай фақат дар зимистон дар як бор мешавад, дар як сол як бор мешавад. Дар арафаи соли нав якҷо бо ки мекардед, бо дӯсти дигари ҳамон Диловари Мизроб мекардед. Ҳоло тасмим гирифтӣ ки худат танҳо мекунӣ. Албатта Диловар лоиҳаи нав дорад ки ном дорад Браво Найт. Бале, ва ман тасмим гирифтам ки идома диҳам ин барномаро ки худам шахсан дар танҳоӣ, албатта бо кӯмаки шумо, бо кӯмаки Диловар, бо кӯмаки дигар дӯсту бародароне ки ҳамеша дар канори ман ҳастанд. Пас чаро дигар барномаҳо намесозед? Мисли дигарон ки дар ютуб фаъол ҳастанд. Ту дар Инстаграм фаъол ҳастӣ? Хуб. Дар ютуб фаъол нести. барномаҳои ҷадиди худро ман медонам ки дар бисёри барномаҳо муҳаррирӣ мекунӣ, тарҳрезӣ мекунӣ. Ҳеҷ гап не. барномаи мо озод аст дӯсти азизам. кори саҳроӣ ҳамин аст. дар бисёри барнома, ҳатто дар барномаи Маззашоу бо Аҳлидин саҳми бузурги худро гузоштаӣ. Албатта хуб, мақсад дар он аст ки ман ҳамеша кӯшиш мекунам як чизе ки ба як кас монанд набошад, ба каси дигар монанд набошад. Мисол қолабшиканӣ бошад, чӣ барнома, чӣ баромад, чӣ корҳои эҷодӣ, чӣ таронаҳое ки кӯшиш мекунам ягон ибора дар як сароянда ба сарояндаи дигар монанд набошад, тавъам набошад, наздикӣ надошта бошад. сирқаро низ дӯст намедорам, яъне рӯбардорӣ аз як кас илҳом мегирам. Албатта хуб, мақсади ман ҳамин аст ки барномаҳои ютуб, барномаҳо бисёр шуданд, меҳнат мекунанд. Албатта меҳнати касро қадр кардан дар кор аст, аммо баъд аз телевизионе ки мо як барномаи ҷиддии яксоатаро пеш мебурдам ба ҳайси муаллиф, муҳаррир, дар телевизиони Сафина, дар мардуми Тоҷикистон тақрибан 7 сол пеш. 7 сол Раҷ Аҳмад аз барномаи аввал барномаи Нур, баъд барномаи Сабо, Салом Тоҷикистони азиз гуфта ҳамаро аз хоб бедор мекардӣ. Бале, барнома аввал Нур ном дошт ва баъдан Сабо кардем. Ҳозир ба унвони Салом Субҳ ба хайр Тоҷикистон то ҳоло ҳам дар телевизион ҳаст, аммо ман нестам. Ман 8 сол фаъолият кардам дар Сафина. ба ин савол бармегардем иншоалло. лекин барномаи мегӯӣ ки намехоҳам ки ба мисли дигарон нусхабардорӣ мекунанд дигар. Бале, як чизи ҷадидро мехоҳам пешниҳод кардан, як чизи сода бошад аммо ҷадид бошад, набошад. Ҳоло дар ҷустуҷӯям дар фикрам. Наметарсӣ ки барномаи ҷадидро мекунӣ, бо мешавад ки боз нусхабардорӣ боз намекунӣ? хуб, не, ҳар кас ба қавли бузургон ки аз насибу рӯзиву ризқу рӯзии худаш мебинад. Албатта ман шод мешавам ки баъд аз ман тақлид кунанд. намепиндорам ки ба каси дигар тақлид кунам. мароми ман дар зиндагии ман ҳамин аст. хуб, ба кадом хотир барнома накардам, то ҳоло мебинам ки сегменти ютуб бисёр барномаҳо зиёд шуданд. тамошобин дигар намедонад чиро тамошо кунад, чиро пайравӣ кунад. ҳазлу шӯқиҳо, барномаҳои ҷиддӣ, барномаҳои муаллифӣ, барномаҳои документалӣ, барномаҳое ки вобаста ба хайру саховат аст, дигару дигар. албатта ҳамаш хуб аст, аммо мехостам дар миёни ҳамин анбӯҳ як чиза ки дигар бошад. боз ҳамон Нури Сафинаро оварда дар ҳамҷо хуш карда. не, Нури Сафина аллакай Нур дар ҷои худу мақоми худаш буд. ё як нури дигар мехоҳӣ? бигзор ки нури дигар не, як фарзанди нави эҷод, як барномаи нав мехоҳам. гапи шумо 100% сухани шумо ман розиям, ҳамфикрам, ба хотири оне ки як кори нав шуд, қобили писанд шуд, дигаро рӯбардорӣ мекунанд. албатта дур намеравем барномаи шумо. аслан барномаҳое ки вобаста ба пухту паст, ба омода намудани ғизо, ин аввалан шурӯъ мегирад, манша мегиранд аз бале Мусаллам Мухторовакӣ. солиёни сол мо бо барномааш бузург шудем, ба камоло расидем, то ҳанӯзам ин бонуи зебои телевизион ҳамеша баҳор аст, барномаҳош ҷолибу диданӣ аст ва баъдан дигар телевизионҳо аз қабили Сафинаву муассисаи давлатии телевизиони кӯдакона ва Ҳорисон дигаро омода карданд ва баъдан
дар сегменти ютуб шумо ман фикр мекунам дуюм нафар ҳастед ки бо як қолабшиканӣ дар мавзеи озод бо меҳмонҳо бо саволҷавобу шӯхиҳо омода кардем ва баъд аз шумо ман дидам дусе шабакаҳои дигар аз шумо рӯбардорӣ кардан. барномаи худамро ман зиёд мебинам, тамошо мекунам. шумо бояд ифтихор дошта бошед ба хотири чӣ? ба хотири оне ки шумо кӯшиш кардед як навгонӣ кунед ва ба шумо илҳом аз шумо илҳом гирифтан ба шумо пайравӣ мекунанд. агар накунанд 100 дареқ ки ин барнома яъне ягон ба ҳеҷ кас писанд нест. албатта умри худашро не барномаи хуб аст. ҳатто ҳамон барномаҳое ки дигарон мекунанд ман тамошо мекунам, мебинам хуб аст. ҳатто ба ман менависанд, як тояш ба ман навист ки ака мо барномаи ранги барномаи шумо кадем чӣ мегӯед? ман гуфтам ҳеҷ намегӯям, худо кушаиши кор диҳад. Гуфтам чӣ додед? албатта ки ин барномаи лоиҳаи маззашоу бо Аҳлиддин кори танҳо аз Аҳлиддин нест که در اینجا پرودوسری من نمیتونه در کامera دلوری میزراب آنه که ایده های فکرانی سخن های بهترین به من میدهد رج احمد. البته من تنها در برنامه آماده تیار میام سخن میگم، برمیگردیم به رج احمد. سلامت باشید. فقط من میخواستم با بیننده اشاره نمایم که اولین شده یک پچکه مایونز رو در بالای این قدر مرغ ریختی. ببینید مرغم زیاد است. اول شده در اینجا ما مرچ زیره رو ایلوه کردیم با مرغ و بعدا از بالای آن مایونز رو ایلوه میکنیم، اما با من یک ظرف کلانتر لازم است که برای به قبل آماده کردن. اوچم با این مایونز هم الیویا میکنه سالات شوبا میکنه. برای طعمش خوب اومدن باید هاضمه سرفکاری رو پیش نگرد. تا اومدن اهلیدین خب من آماده میسازم دیگر انواع ها رو. دوستان گرامی رج احمد جان هم میشود؟ البته خیلی خوب است. بهترین رج احمد جان بیاد یک سوال دیگر رو پیش کنم که میشود. انا بغیر از راوی بودن، ترانه‌نویس بودن، پرودوسری هم که میکنیم. با بسیاری سرایندگانمون دیده من شخصا با رج احمد در کلیپ نشانه رستم همکاری داشتیم. کلیپ هندوگی میخوام بفرستم. ترانه خواننده معروف افغانستان بود، البته بازخوانی نمود. بله کلیپ در همون سوال من در چیست؟ رویه هندوگی پرودوسری کردی با بسیاری ستاره ها، با ستاره کرمفلا همکاری میکردی، با نشانه رستم همکاری میکردی، با یک مدت با فرزانه خورشید کار میکردی، بعد ترانه های خوب مینویسی و یک خصوصیت بهترین رج احمد رو من نگفتم که او خود صدای خوبی سرایندگی هم دارد. چرا سرایندگی نکرد؟ خب این سوال رو بسیاری با من میدهند وقتی ما همراه دوستان هنرمندان به کاراوکه میریم برای زمزمه ترانه و بعدا صدا بلند میکنم، اونجا میبینن میفهمند. بار اول بود که فرزانه راستی این چیز رو اهمیت داد. وقتی اولین پیشنهاد همکاری شد سال 2013، آخر سال 2013 بود. وقتی من یک رسم، یک عادت خوب دارم که ترانه رو انشا میکنم، بعدا با صدای خود زمزمه میکنم با آهنگ تا اینکه فهم‌آور باشد. خوب گفت که بسیار صدای خوب دارید، باید حتما شما باشه در وقت ثبت. راستی بسیاری سوال میدهند با من خانم نرگس شریفزاده، آهنگسازی بسیار هم برجسته که چندین مؤلف چندین خطها، ترانه های بسیار هم با نفوذ سراینده های شورادیار کشور هستند. حتی 3 آهنگ تحفه کرده بودند سال 2012 تقریبا 2013 بود. اما من نخواندم. سبب در اون بود که آماده نبودم. فکر میکردم که در جوده خود خوبتر است در یک کار. میگویند درخت در یک جا میسبزد. البته بعدا میدونید که یک چی میگن مصرفی کلان دارد. کار شو بیزنس، کار صنعت سراینده شدن، چون که آهنگ و ثبت و شعر و دیگر این مصرفی کلان طلب میکند. من به همین چیزا آماده نبودم، از این خاطر تا هنوزم آماده نیستم. بغیر سراینده هایی که در داخل تاجیکستان هستن با سراینده های خارجی هم که همکاری داری؟ بله. یکی از آنها بانو آزاده نورسعید و سرودی بله نام ده بمن درباره تولید همون سرود اگر بهتر از دستمون روشیم صحبت رو دوام میدیم. باشد. مرحبا. رج احمد جان برمیگردیم به همون سوالی که پیش از دستشویی گفتم. با سراینده ازبکستانی آزاده نورسعید و همکاری کردید. یک سرود جدیدی که در تمام حتی دوستان من از دبی
روان کردن که همین رج احمد کیه گفتم من گفتم دوست همون نه رج احمد همون رج احمد همون رجع گفتم همون رجع انا با بانو آزاده نورسعید و چخل کشید که شما همکاری کردیم خب انا همین یک خوشبوی کننده ها رو علاوه میکنیم برمیگردیم به سوال با همکاری با آزاده نورسعید و آزاده نورسعید و خواننده معروف ازبک که ریشه های تاجیکی دارد البته گذشته های تاجیکی دارد و با زبان تاجیکی خوب بلد است حرف میزند البته برای من یک افتخار بلند بود که وقتی شخصا خودشون پیشنهاد کردن اویدی همکاری این تقریبا یک 3 سال قبل بود بله برای من افتخار بلند بود برای من یک مکتبی نو بود یک جهش بزرگ بود در سمت ترانه‌نویسی من که بعد از 15 سال توقف بعد از 15 سالی که ترانه‌های تاجیکی زمزمه نمی‌کرد اولین شده از تاجیکستان پیشنهاد کاری رو با من کرد بانو نه باید خودش هم خیلی هضم شود با من پیشنهاد کرد همکاری رو و باعث افتخار است البته ما یک کاری رو به انجام رساندیم که هم در سگمنت یوتیوب ازبکستان و هم در سگمنت یوتیوب تاجیکستان و بیرون از این دولت ها بسیار شهرت پیدا کرد ترانه نام دارد ساکن عشق که آهنگش از خب آهنگساز معروف این زمان در ازبکستان بدلبایف و سخنها از من و در این ترانه کلیپ با دو زبان ثبت کرده شد با زبان تاجیکی و با زبان عربی خب آهنگ خودش باشد آهنگ عربی بود او را کمتر دیگرگونی کردن تکمیل دادن البته و آهنگ بسیار هم معروف شد تا آن درجه که خواننده های تاجیک در توی و بزم و سور خورسندی مردم بازخوانی کردند بانو فیضگل یوسفووا نه تنها بسیاری ها در کنسرت ها را می‌سرد نه خوب سروده است من طرفدار آنم که وقتی که یک سرود یک ترانه‌ای که برآمد اگر که از اوج بلندی سراینده که سرای بلندتر خوانده نتونستی لیکن با او برابر توانستی خوب است اگر نتوانستی خوب است که نسر البته از همه مهم آن که وقتی آهنگ محبوبیت پیدا میکند از کجا میفهمی از زبان کودک که زمزمه میکند و از بازخوانی هنرمندانی که او را دوباره احیا کردنی میشن پیروی میکنند بازخوانی میکنند هوس دارند از هنرمندان تاجیک من یادرس شدم انگوش شمار یک دو کس را نام بر کردم بله من زیاد میدونم که با زینورا پولاد و شبنم تاجیدین شبنم صابری قطع همکاری کردگی هستی به فکرم شعر نویسندگی هستی به فکرم یک بله یک شبنم صابری قریب که 90% سراینده ها همکاری دوستی دارم البته با همشون البته برای میگویند که اما میگویند نه میدونم که هنر اکتوری هم که داری بله ما در وقتی تحصیل در لیسه اینترنت پرزیدنتی در صنف نهی برای یک کینو جلب شدن با ما مهارت اکتوری درس میدادند بله بعدا در یک فیلم دیگر بسیار هم جالب و خوب فیلمی فستیوالی بود من در اونجا یک اپیزود یک نقش خورده داشتم که از اودش خوب برآمدم همون زمان رو با من گفتن که بیا ما همکاری میکنیم دیگر در ساحه کینو برای چی رحمت همین رو من پرسیدم که شاهد اون هستم که یک وای محرر رژیسور نامش نمیگم پیشکش کرد که بیا در فیلم من نقش اساسی رو برای چی حتی همون هم نگفتی سرایندگی نکردی مثال میگیرم در کانال یوتیوبت فعال نیستی ولی وقتی که نقش اساسی بسیاری هنرمندان آرزو دارند که به همین روزها برسن که نقش اساسی برای چی نقش اساسی هم نگفتی خب البته این سبب دارد بعد از گذشت پدرم این تقریبا 9 سال قبل بود سال 2012 خیلی راه افتاده شدم پر شکسته شدم راستی یک کم توقف کردم از تلویزیون دست کشیدم برآمدم با خواهش خودم که 8 سال در آنجا فعالیت میکردم بعدا با عالم شو بیزنس وارد شدم خواستم فکرم در این جاده در این سمت نو بند کنم همه چیز وقت دارد فرصت دارد اگر ذوق باشد همه چیز میشود فکر میکنم که ذوق هست با اون درجه تا اون اندازه نیست که من این کارا شروع کنم میگویند بزرگترین احمقی انسان وقتی دیده و دانسته کاری رو به سامون میرساند که از وی نه سودی هست نه منفعتی هست البته عاقبتش هیچ چیز است مانند همون درخت خشکی که بی ثمر است من فکر میکنم که حالا در جاده خودم در جاده راوی بودن ژورنالیست بودن کم و بیش ترانه‌نویس بودن در محفل ها برآمد کردن برای من قناعتمند است وقتی که من کارهای شخصی اولوی رو یک سامان میگذارم به یک طرف جنبست میکنم بعداً شاید که اگر خدا راضی باشد لیکن برنامه در یوتیوب نه برنامه یوتیوب رو میگذاریم با کارهای اولوی گفت برای چی اولادار نیستی
فکر میکنم که حالا من میدونم حالا جوان است. به جوانی زیبا قدرت هستی، لیکن فرصت از دست میرود. البته همش با رضایت خداوند. آنچه که دل خواست نه آن میشود، آنچه خدا خواست همان میشود. برای همان میگویم که باز مردانی که سخندانن، ژورنالیستن، من سخن گفتن نمیتونم، به هر یک سوال یک جواب میدهد که نمیدونید چی گویی دیگه. خب دوام صحبت رو سر دک البته انجام میدیم. خب دوستان عزتمند، با بسم الله شروع میکنیم. این دیگر بینید چقدر پست است. برای یک آدم بزرگ جوسه کمتر بلندتر نبود. از من کو قدر علاوه اندازی خوب نیست. شروع میکنیم از روغن و بسم الله. راج احمد، بسم الله الرحمن الرحیم. هر یکی ما در کودکی بسیار شوخی بودیم، بازی میکردیم، هر یک نغمه ها میکردیم، بعد آینده پشیمان میشویم. یگام کاری کردگی در کودکیت که تا حال از همون کارت شرم میداری؟ بله. خب لحظه زیبای عمر، آوان زیبای عمر کودکی بسیار لحظه بودن. یادم هست که بار پدر و مادرم به مهمانی میرفتن. من که فرزندی خوردی کنجا ارکا دایم با مادرم هر کجا رهسپار میشدم و گفتن که تو با ما نمیروی، ما یک جا مهمانی میریم، زود برگشته میبیم. من با لباس خونگی از پس ازشون پاییدم، پیگیری کردم تا بازار، از بازار خرید رو کردن، بعدا رفتن بیرون برآمدن از بازار که بناگاه پدرم مادرم یک بار مرا دیدن، خندیدن. من با همون لباس های خانگی عادی با همون شلوار نزد پدر و مادرم اومدم، گفتم نه من با شما میروم. بعدن گرفتم با همون لباسا من رو بردم به مهمانی. همون لحظه هیچ یادم نمیرود که سادگی بود، کودکی بود و نمیخواستیم از آغوش مادر، از کنار پدر دور باشیم و تا همین روز رسیدیم، کمال یافتیم، بزرگ شدیم. همون احساس هست. من فکر میکنم این احساس تا به گور است با پدر و مادر بودن. خب رجان، قصه کودکیت رو شنیدیم، از چی میترسی؟ از چی میترسم؟ پیش از همه از اون میترسم که خدا من رو به تنهایی نگذارد، از من رو نگرداند خداوند. دوم از اون میترسم که به دعای پدر و مادرم مونم. سوم از اون میترسم که خیانت، البته از همه بدترین عمل انسانی در روی زمین است، خیانت، درویگی. سوم از اون میترسم که دل کسی رو رنجونم، باعث ناخوشی کسی باشم. خیانت راج احمد جان در شو بیزنس این انانوی است، باید آموخته باشی. نه، مجموعاً کردن لازم نیست، به خاطر آن که شو بیزنس همون انسان ها، همون بنده های آسی هستند. فقط این یک عالمی هست که در اونجا درد است، خنده است، شهرت است، رقابت است، رقابت سالم و ناسالم، همه چی را دیده میتوان. در زندگی هم همین گونه است. در حدود یک حوله یک خانه هر گونه عمل ها رخ میدن البته، اما خیانت در همه جوده هست، در همه جوده های زندگی. من فکر میکنم که اگر انسان همین چیز رو نپرستد، دوست ندارد، هیچگاه در کجای نباشد، در کدام مقام نباشد، این عمل را رایج نمیبیند، نه به خود نه به دیگران. خداوند از خیانتکاران و درویه های و فتنه برانگیزان همه ما شما رو حمایت کند. در همین جا باید بگم که آمین. آمین. راج احمد جان، خب روغن این دیگه تثبیت. البته حاضر شروع میکنیم از پیاز. اولین شده. خب پیاز رو به همین شکل بزرگ تقسیم میکنیم. دو قسم میکنیم، تمام. بله. نسوزیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. راج احمد، از چند سالگی خوراک می‌پذیر؟ خب وقتی من در مکتب خونه در لیسه انیقترش تحصیل میکردم، مادری من که در اونجا کار میکرد از صبح تا شام، من بعدم از مادرم یک چیز کم دیده، ذهنم که خوب بود،
آموختم آماده کردم در خانه روز در روز در خانه تنها بودم پدر و مادر در کار بود از همون دوره تقریبا صنف 7 بودم کم کم آماده میکردم شور میومد میسوزوندم بعدا همین گونه یاد گرفتم سوزانده یاد گرفتی بله بله پیازها رو الان خیلی سیب سیاه کرده روغن رو شیره پیاز باید برآید با این دکچه‌مون رجا قریب کشته خوب به کدام خاطر پیاز رو دو تقسیم کردیم وارد نمودیم به اون خاطری که شیره پیاز در روغن هضم شود حل شود برآید حاضر نوبت چیست خوراک باز با لذت‌تر میآید نوبت مرغ است نوبت مرغ را به اصطلاح مرینovat کردیم با چند نمود خوشبوی کننده ها مرچ و زیره و مایونز این دم این لحظه وارد میکنیم حاج احمد جان آتش بلندی بعد از رد جان احتیاط کنید بسم الله الرحمن الرحیم هر یک کار آغاز است و انجام است هر یک صحیفه زندگی هر دم عوض می شود وقتی که در سفینه بودی جوان بودی می پریدی و می باریدی و زیبا بودی نمیدونم حالا هم که زیبا هستی رج احمدی ما همه وقت زیباست لیکن کار شده است که پشیمان باشی خب من حاضر فرصت اون است که کاراتوشکار ایلووا کنم البته بعدا قصه میکنم در سر دی خب پشیمانی هست البته پشیمانی هست انسانیت به خطاگی و به پشیمانی نمی شود دلت برای همان هر یک پروژه نبات رو فرزند میخوانی البته دلت برای همون پروژه هایی که در سفینه کرده بودی نمیسوخت نمیسوزد تا هنوز راستی دود بلند بود برای اون خاطر راستی تا هنوزم دلم میسوزد البته خب برمیگردیم به پشیمانی هست انسانیت به خطا نیست به نقص نیست به پشیمانی نمیشود زندگی کار سبب شخص راه یگان فرصت میشود که باعث پشیمانی آدم میشود البته بسیار بودن لحظه ها بسیار میخواستم که ساعتی وقت اگر برمیگشت به پس عقیب یعنی که میخواستم همون لحظه رو اصلاح کنم اما که افسوس نمیشود دلم میسوزد به 8 سال فعالیت به 8 سال جوانی به 8 سال وقتی لحظه شیرینی حیاتی من که من باید استراحت میکردم دو توز میکردم تحصیل میکردم اما سراپا به کار بند بودم تا حتی روزهای استراحتی شنبه یک شنبه ما به کار بند بودیم بسیار دوست می‌داشتم کار خودم رو بسیار با یک احساس بلندی مسئولیت باوری که بر دوش من بود یک برنامه کلانترین که 1 ساعت بود برنامه 10 بخش داشت و همون لحظه همون سالها 8 میلیون مردم اهالی تاجیکستان رو از خواب بیدار کردن بر دوش یک جوانی 16 ساله کاری شوخی و هزل نبود خسته میشدیم جای می اومد که حتی گریه میکردیم بالای انمی گونه میزها خواب میکردیم در جای کار وقتی ثبت های برنامه های کلانی با شکوه ایدانه دلم سوخت اشک ریختم بسیاری ها گفتم بعد از تلویزیون تو نمیتوانی دیگر کار یافتن نمیتوانی خودت رو در زندگی ساختن اما نقشه های خداوند همه وقت خوب است بهترین است همین گونه ای که شد که من حتی فرصت به پشیمانی نبود کم بود یک باره به عالم شو بیزنس وارد شدم در جاده ترانه نویسی در جاده کار صحنه با سرایندگان هم کاری کردن و فرصت هم نبود دیگر که یگان فکر علاوگی باشد بعضی وقتا نزد تلویزیون مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه میگذارم همون یاد روزهای شیرین یک احساس یک همون انگیزه خاطره های شیرین می آید اما انسانی باید در یک جا قرار نایستد زندگی پیش می رود ما باید پیش رویم من فکر میکنم که همون فرصت بود فرصت رو گذراندم و در یک لحظه زیبا در اوج پروازهای بلند با سر بلند رفتم این خوب است با خواهش خود رفتم بهترین است در باره سفرهایی که در خارجه بود یکم سخن نکردیم این روز نه سفرهای خارجه از سال 2014 انیقترش شروع سال 2014 سفرهای خارجی بود اولین سفر خارجی من با خانم فرزانه خورشید
که اون زمان دعوتی بودم و 2 ترانه‌اش رو انشا کردم، پسندش آمد و گفت که باید ما سفر کنیم به جمهوری ازبکستان. اون وقتا روادید بود، یعنی ویزا بود، بسیار هم مشکل بود رفتن. و بعدن که سفر اولین ما شروع شد، ما رفتیم در اونجا یک البوم کاملا رو انشا نمودیم به قول خود فرزانه که بچه به پای قدم بوده. 2 کلیپ، 2 نماهنگ، 1 فوتوسسیون بزرگ و یک البوم رو انشا نمودیم، البته با همراهی پرودوسر فرزانه اون زمان دلوار میزراب که ما رو آشنا کرد. همکاری ما شروع شد با فرزانه و یک البوم رو انشا نمودم. نام البوم حبیبی من بود. اولین سفر کاری من، سفر خارجی من، سفر انیقترش کاریم از همون لحظه، از همون سال شروع شد، سال 2014. بعدا باز سفرهای دیگر بود. با خانم زلیخا سفر کردیم به قزاقستان، با آزمون بین المللی ستار آف ایژا، ستاره آسیا که نمایندگی از تاجیکستان زلیخا محمدشویeva بود. من به حیث پرودوسر 2 ماه زیاد مشورت صحبت کردیم. بالاخره من شکرگزار هستم که در عمر ایجادی زلیخا محمدشویeva یگان نفر این کار رو نکرده بود، یعنی جایزه بین المللی رو، سطح بین المللی رو به دست نآورده بودن. در 7 ماه کاری من با زلیخا به حیث پرودوسر من کوشش کردم. پس از 2 ماه بسیار سخت بود. مسئولیت میدونید چگونه مشکل است با خارج کردن. ما انا همین جایزه رو به دست او سپاریدم. این کاری بزرگترین پرودوسری من است. من خودم رو کاملا پرودوسر نمیگیرم، من در این جاده نوکار هستم. در این کار ما رو اصلا ستاره کرامت الله که ما علاقه 4 سال دوستی و همکاری داریم ما رو راهبلد کرد، روانه کرد. خب بعدا همین گونه هم شد که من پمیدورها رو ریزه کنم. بعد از همون سفر من شکرانه میکنم که یک دستاورد بزرگ رو هم در کار پرودوسری من، هم در عمر ایجادی زلیخا محمدشویeva به دست آوردیم. تا این دم و تا این حال زلیخا یگان جایزه بین المللی نداشت. و بعدا سفرها باز به دیگر دولت ها، بسیارتر به جمهوری ازبکستان سفر میکنیم. با نیشانه، با شهنازه رستم، با صبرینه نظری، با بسیار دوستان رفتیم، با ستاره کرامت الله. البته سفرها بسیار بودن. هر یک سفر برای من امتحان است. هر یک سفر برای من یک راهی نو است، یک آموزش خوب است، تجربه آموزی نیک است. از بسیاری ها می آموزم، می فهمم، می بینم، برای خود قید میکنم. البته یگان سفری ما راحت نیست، خواب رویم دم گیریم، نه، سفری کاری است. شبهای بخوابی مشکل است. البته آخران سفری ما با سوربانی مصطفی خواننده جوان بود که ما 3 روز قریب که خواب رو ندیده بودیم. همین گونه است. بسیاری فکر میکنن که چه سفر کردن، اومدن کلیپ ثبت کردن. دیدن کلیپ آسان است، نمیدونن که چند قدر زحمت و تلاش پس صحنه میموند، پس پرده میموند. راجع احمد گفتم که مرغ سوخت. نسوخت. این لحظه پمیدورها رو الوه میکنیم و بعدا بلغاری رو. همه ساعت میلوه یا؟ بله. راستی گپ راجع احمد، من خودم میدونی که آشپز هستم. چالی که شما اگر در ساحه ژورنالیست که دیپلم داشته باشید، من در ساحه خوراکپزی دیپلمی سرخ دارم. خب ببینید من یکم بار میبینم که در گوشتی مثلا مرغ خیلی ماهی پیاز که اومد میدوزه در این خوراک چرا پیاز اومد خوش نکردیم؟ به خاطر اون که پیاز رو اول 2 تقسیم کردیم، الوه کردیم که شیرش در روغن برایت هضم شود میگیریم. به اون خاطر که با پیاز اونقدر این خوراک دوستی نداره، خوش نمیاد. بله مرحمت. خب نمک کم میکنیم. بایم جان آزاد فرصت. بایم جان رو به همین شکل گوشت رو تسپاندیم، کارتوشکا رو خوش کردیم، پمیدور رو خوش کردیم، الوه کردیم. بله با قلنفر شیرین رو داختیم، بلغاری رو بله وارد کردیم. بایم جان و انکم فرصت اون است که سرپوش دیگ رو پوشیم تا اینکه دم خورد. چند دقیقه؟ تقریبا یک 20 دقیقه. دیر 20 دقیقه. خب واسه با اونه که علوب چگونه است کی میپزد. بله مرحمت. شونه راجع احمد یک سوال دارم، شاید که پسند ناید، لیکن مدت چند پیش در سامانه اینستاگرام و به فکر نمیدونم در کدام سامانه
روزنامه آوازه شد که شما با مینا ازدواج کرده اید. اهل دین نخود شما از من همین سوال رو پرسان کنید که من و مینا رو از خردی قریب گویم میشناسید. البته این تنها آوازه است، یگان دلیل اساس ندارد. ما با مینا دوستی نزدیک، همکار. خب فکر میکنم که خوب میشد که با او همراه یا ازدواج میکردم یا دوست داشتم میبود، اما که تنها دوستی از بین ما. دوستش میداری؟ به حد همچون انسان، همچون دوست، بسیار دختری نازنین. همچون همسفر زندگی چی؟ همچون همسفر زندگی نمیتوانم گفته، به خاطری که دیگر گونه احترامش دارم. همچون خواهر، همچون دوست میبینمش. بله. با دلاور میزراب خب رشته دوستی شما از کجا پیدا شد؟ کی پیدا شد؟ با دلاور میزراب از برنامه سالی نوی با حشمتی که در کاخ باربد سال 2000 حاضر من میگم سال 2012 بود، ماه دکبر، انیخترش 21 دکبر بود. از همونجا شروع شد. خب ما در یک قهوه خانه بعداً واخوردیم. بعد از برنامه کنسرتی من راوی کنسرت بودم، همراهی همکسبم دلربا یوسفووم. شنا شدیم. بسیار یک انسان مهربان، بسیار یک انسان قوی اراده، کار خودش رو دوست می‌دارد، فدایی، بسیار یک جذبه خود رو دارد. یک انسانی هست که با همه مهربان است. البته دوستی ما از همونجا شروع شد. بعداً سفر اولین سال 2014 که در بالا ذکر کرده بودم به جمهوری ازبکستان همراه فرزانه خورشید و تا هنوز هم رفت آمد اویلوی دوستی برادری داریم. در یک لایحه کار کردیم، در چندین کلیپ و لایحه ها و سرودها همکاری داریم. 5 دقیقه جنگ میکنیم راستی گپ، بعد از 5 دقیقه پس باز همون گونه‌ای که بودیم گویا که جنگ نبود، چیزی نبود. این فکر میکنم که نشانه و رسالت خوبی دوستی است. شخصا خودم هم شنیدم است که رج احمد هوا بلند است. رج احمد با قول کوچکی کرد فرت ترت میگن، کتگی کده میگن. همین خبرها رو میشنوی یا نشنیده؟ خب از نظر شما در 10 سال زیاد دوستی ما همین گونه ما رو باری هم دیده؟ از سبب که من رج احمد رو و زیاد اونهایی که در برنامه‌هایم دعوت میکنم اصلا که دوستان من هستن، من هوا بلندی شما رو نمیبینم. شاید در چشم بیگانگان شما این خیلی باشد. همین رو میخواستم از زبان شما فهمم. تکبر این یک از اشرفمندترین عملهای ناشایسته بنده خداست که خداوند هیچگاه قبول ندارد، خوش ندارد و نمیبخشد هم. منمنی ها پیشه شیطان بود. جان انسان با هیچ چیز تبابت نمیشد، تنها با مهر، با محبت. از این خاطر من کوشش میکنم که اگر سود فایده به کسی نرسونم، واقعا کوشش میکنم که بعد از 2-3 قدم موندن من همون انسان درباره من حرفی بد نگوید. 3 نوع انسان رو هیچگاه قبول ندارم و دوست دارم. یکی اولین درویه، اغواگر، فتنه انگیز، شتاه آدم. دوم هوابلند، تکبر. و سوم آدمی که چه بگم به گپ خودش نمی ایستد، دروغگو است، به قول و قسم خودش خیانت میکند. و از همه مهم دغل. انسان دغل رو دوست ندارم. عموما وقتی که من دوست ندارم چگونه خودم هم میگونه میشوم. خیلی مردم شاید از نظر مردم همین گونه باشم، تا آدم رو از نزدیک نبینی، هم صحبت نشوی، دوست نگردی، در دم صحبتش 1 دقیقه لااقل نشینی، نمیفهمی کی است و چی است. این نام رج احمد از کجاست؟ رجب بک احمدов اسم پورای من که در ماه بزرگ و تبرک مسلمانی، ماه شریف رجب من به دنیا آمدم، به همون شرافت نامم رو گذاشتن و تا از تلویزیونی سفینه بر آمدن. وقتی من به عالم شو بیزنس وارد شدم، به حیث یک ترانه‌نویس جوان شعر انشا میکردم با سرایندگان و تصمیم گرفتم که یگان تخلص ایجادی نبو، از نام خودم، نام اصلی خودم، نام و نسبم رجب بک احمدов اخچم، یعنی کوتاه کنم. رجب بک رج احمدov احمد، یعنی شکل اخچم کوتاهی آن رج احمد که بسیاری ها به خودشون مثال تخلص ایجادی میگذارند در وقتی ترانه نویسی. اما من فکر کردم گفتم بگذار که واقعی باشد. تماشابینان عزیز، من با باعث خرسندی من از رج احمد جان که امروز مهمانی ماست رج احمد و یک چی گفتم که یکمین بار است که من با مهمانی برنامه‌مون کمک نمیکنم
برای من یک خرسندی است و یک فرح میبخشد به من. و رجا احمد جان دیگ رو یک بار نمیبینه قلم. حاضر میبینم حاضر. از اول برنامه بعد دیگ بی اهمیتی ظاهر کرده ایستادی. و باید دم خورد واقعا ملایم شود همه سبزوات ها و انواع ها. ان شاء الله حاضر میبینم. ببین همه چیز زنده در آب خود در افشورای آب همه همین انواع ها خودش به خودش دم میگیرد میپزد آماده میشود. نمود ظاهریش تماشابینان عزیز به نهایت خوب است. امیدوارم که خوراک با لذت میشود. ان شاء الله. شروع میکنیم با دیگر کارهایتان. مرام و مقصد زندگی خود آینده خود رو در چی میبینید احمد؟ خب زندگی من این در سه عباره بیان مییابد. اول محبت، بخشش و خیر، پارسایی. یعنی محبت چیست؟ انسان باید ما همه کاری دست محبت هستیم. خدا زمین و آسمان، وطن، پدر و مادر همه چی موجب عشق است، محبت است. این بلندترین انعام خداوند است، احساس خداوندی است که یگان کس آن را به پررگی توصیف کردن نمیتواند. این محبت عشق است. خدا را با دل میشناسیم. دل خانه محبت است. همه کار عشق است. دوم خوب بخشش، یعنی بخشیدن و توانستن بخشیدن و قبول کردن بخشش. همه چیز یک لحظه دارد، انتهایش یا نیک است یا بد است. و انسانی که اگر بخشیده تواند و بخشش را قبول کند و سزاوار آن باشد که بخشیده شود، این بزرگترین انعام است. چون که رسالت بخشیدن و این نعمت رو هر کس ندارد. و سوم مروت و اندیشه و پارسایی، این باشد که انسان باید همه وقت اندیشه کند تا اندازه‌ای که مور را آزار ندهد، خس را به جا نکند، لانه یک پرنده را ناجا نکند و کوشش کند که در همین زندگی کوتاه که با همین محبت، پارسایی، نیکی، بخشش سزاوار گردد. سیراج احمد، با فکرم که بیهوده در سر دیگ نیستاده ایم. البته. امیدوارم که خوراکت بامزه شده است. ان شاء الله آماده شد. من فکر میکنم فرصت آن رسیده است که سرپوش رو برداریم. اگر تکرار بشود سخنهایمان، لیکن نمود ظاهریش و بویش به نهایت خوب است. البته. و من کمک کنید اکنون در آخر. بسم الله الرحمن الرحیم. خب و بسم الله. خوراک ما هم آماده شد. از دیگ میبرداریم. در عرفیت میگویند دستی با لذت، دستی شیردار. مردم میگویند یعنی که انسانی هست که تمام انواع ها را آمیخته میکند اما لذت ندارد. انسانی هست که یک خوراک عادیه که میپزد آماده میسازد اما چگونه لذتی به مثل دارد. بویش به حد با مزه است. خب امیدوارم که مزهش هم با مزه باشد. بیاد من یاردم که سوختم. مرحمت بفرمایید. انا کم ترک سبزوات اگر از بالا شود. اینک دوستان عزیز، فرصت آن است که خوراک آماده کرده نخست مهمان موسم نو مزه‌شو با اهل دین رو بچشیم و بها بدهیم. رجا احمد جان بفرمایید. به نهایت خوراک خوب کردی. باز یک بار دیگه خوش آمدی به برنامه ما. تشکر برای دعوت. قدمت نیک باشد دوستی عزیزم. با چنین انسان ها سخن گفتن برای ما افتخار است. سلامت باشید. و از خوراکت رو میچشیم. فقط راستش رو بگیم. من فقط راست میگم. همون خوشبوی کننده ها را به حد خوب قبول کرده است کارتوشکا. قربان شما. واقعا این خوراک نام دارد مزه شو. ما به عنوان برنامه شما گذاشتیم. انواع ها عادی هستند. هر کس میتواند در خانه در فضای خانه‌دانی خود آماده کند. و سپاس برای دعوت. در یک فضای زیبا صحبت بسیار گرم آراستیم و امیدوارم که با بینندگان برنامه مزه شو این صحبت ما، این برنامه، این نشر خوش آمد. به همه شما البته پیش از همه سلامتی، سعادت ابد زندگی، بردباری ها، کامگاری ها و خاطر جمع و زندگی آباد و آسوده آرزومند هستم. بگذار که در فضای
صلح و امن و ثبات یک زندگی زیبا و سازگار داشته باشیم و همیشه دسترخوان و همین گونه پر باشد. پسند آمد؟ بله. سلامت باشد. به نهایت با مزه. دوستان عزیز، تا برنامه‌های آینده باقی در پناه الله باشید. مزه شو با اهل دین.